سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روش خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. اطمینان برنامه جهانی غذا از تداوم و گسترش کمک‌ها در بخش تغذیه با افغانستان. انتقال کارگران افغان به قطر محور گفتگوی مقام‌های دو کشور. و اعتراض نخست وزیر کانادا به تصمیم ترامپ برای الحاق جزیره گرینلند به آمریکا. امروز چهارشنبه 17 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. در دیدار مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه با جان ایلیف رئیس عمومی برنامه جهانی غذا پیرامون تقویت و توسعه خدمات تغذیه عمومی، فعالیت‌ها و کمک‌های جاری برنامه جهانی غذا، بهبود و موثریت برنامه‌های تغذیه عمومی، نحو همکاری‌های آینده و سایر موضوعات مرتبط گفتگو شد. وزارت صحت عامه میگوید که مولوی نورجلال جلالی در این دیدار گفت که توسعه خدمات تغذیه عمومی یکی از نیازهای اساسی صحی کشور است و کمک‌ها در این زمینه باید منظم، دوامدار و بر اساس نیازهای واقعی مردم تنظیم شود. از سوی هم جان ایلیف ضمن ابراز اطمینان از تداوم و گسترش کمک‌های برنامه جهانی غذا در بخش تغذیه افزود که این نهاد برنامه‌های کمک رسانی و همکاری با زلزله زدگان ولایت کنر و عودت کنندگان را در نظر دارد. محمد سهیل شاهین سفیر افغانستان در دوحه با انجینر عبدالهادی بخیت برقان رئیس شرکت الجسور وابسته به وزارت کار قطر دیدار کرد. سفارت افغانستان در قطر میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون اجرای توافقنامه میان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و شرکت الجسور در خصوص انتقال کارگران افغان به قطر و روند استخدام افراد واجد شرایط گفتگو کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که هیئتی از محققان و دانشمندان کشور چین از نمایشگاه‌ها و آثار تاریخی و فرهنگی موزیم ملی افغانستان بازدید کرد. این وزارت افزوده که هیئت مذکور به هدف تحکیم همکاری‌ها و گسترش روابط علمی و تحقیقی میان نهادهای فکری و تحقیقی افغانستان و چین به کابل آمده است. و در اخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا در واکنش به تهدیدات ترامپ مبنی بر الحاق گرینلند به آمریکا گفته است که فقط دانمارک و گرینلند میتواند در مورد آینده این جزیره قطبی تصمیم بگیرد. بر اساس گزارش رویترز کارنی در پاریس به خبرنگاران گفته است آینده گرینلند تصمیمی است که منحصراً از سوی مردم گرینلند و دانمارک گرفته می شود. پیشتر رهبران شمار از قدرت‌های بزرگ اروپایی در بیانیه مشترک از گرینلند حمایت کرده و گفتند که این جزیره متعلق به مردمان است. این موضع گیری‌ها پس از آن صورت گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر علاقه‌مندی خود را برای در اختیار گرفتن این قلمرو دانمارک ابراز کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.